پیشنهاد شده است. نوبتی برگزار کردن نشست مطبوعاتی و گوشی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه بود و از همین خاطر امروز هیئتی نخست تلویزیون با راهبری دیرکتور مؤسسه دولتزاده زیور محمودی، معاونان دیرکتور، سرکارگردان اداره، همه مدیران شعبه‌ها اینجا حضور دارند و آماده هستند که به سوال‌های شما پاسخ بدهند. فکر می‌کنم که پتانسیل تلویزیون سفینه امکانیت می‌دهد که ما کاری خود را پیش بریم. من از روز یکم این رو به همه همکارانم گفتم. ما از اون پتانسیلی که هست کار را پیش می‌بریم. از اون که شما گفتید چند برنامه مثلا نکنی نیست، شاید اون برنامه باشد که شما خودتان باز گفتید که گپی شیخ هر خیلی اون چیزی که گفتید و نام شاید همه بودن که از بین رفتن. گفتید که شاید از اون چیزا شاید از همون سبب شد که شاید کردن. حالا این قدم‌های خودی یا مثلا تصمیم خودی مدیران شعبه ها بود. به خاطر اون که ما گفتیم که شما چی پیشنهاد میکنید، مثلا چی باید کرد که سمت فعالیت مثلا پیشبرد کاری ما پورا سیاست فرهنگی رو پیش برد و به همین خاطر خود این مدیران شعبه هستن که این تصمیم رو گرفتن و این کار رو کردن. من در مؤسسه کودکان و نورسان فعالیت میکردم و مثلا در ما مثلا اما مراتب علاقه سیمان نبود. مثلا همیشه با هم هنرمندان همکاری میکردیم و پای که میرم میگذراندیم و بعضا ما میگفتن که شاید این برای کودکان هم نباشد، لیکن ما از بس که تماشاگاهی که داشتیم این کار رو میکردیم و فکر میکنم که ما چون یک رویخط رو نداریم، ما کار میکنیم، فعالیت رو پیش میبریم. مثلا جلو شما پرسان شده که مثلا جلو امسال که صورت میگیرد، راستی جلو مؤلف داشت و مؤلفش تا امروز تا اونجا که ما میدونیم مثلا نخواسته است که ما جلو رو دیگر ادامه دهیم و بنابراین ما فکر میکنم که شاید برنامه دیگری پیدا میشود، برنامه دیگری پیدا میشود و ما کوشش میکنیم که در این سمت یک کاری کنیم که دیگر همون جایی که در همون برنامه شاید رویها جای داشت و اون چیزی که شما یاد رفت کردید من خبر ندارم، لیکن وقتی شما میگویید یعنی شما خبردار هستید، ما کوشش میکنیم که یک چیزی نوی پیشنهاد کنیم برای که مؤلف نخواسته است که ما اون رو ادامه دهیم. یعنی که این لایحه تمام بسته شده است نه؟ ما نبستیم، از بس که شرطنامه کاری کارمند تلویزیون سفینه حبیبه دامینزاده به اتمام رسیده است و درخواست کرده است که چند برنامه رو بندیم برای که من مؤلف این لایحه هستم. برای ما مثلا از بس که مؤلف هستند داده نمیتوانیم جلو رو این برای که اونجا باز کارمندا هستن که همراهشان کار کردن این لایحه رو پیش میبردن. ما برای با مصلحت میکنیم حقوق مؤلفی که دارن برای همین خاطر ما شاید نتونیم امکان نداریم که اون رو ادامه دهیم برای اینکه بر ما روزگی اون کسا موجود است.